حمله بعدی النصر، فرار مانه، آفساید نبود، مانه پاس بده پسرای سنگالی، اما ویس نذاشت دروازه خالیه. این شلیک و تیر و حالا تور کریس رونالدو، دو یک النصر. شنیدید میگن سن یه عدده، بیا از حرام شمس روبروتونه، به همه نشونش بدید، بگید آفتاب آمد دلیل آفتاب. کریس رونالدو 38 ساله عالی کار میکنه، دبل کرد این فوق ستاره در این فینال. 2-1 النصر مرده داره زنده میشه. این خوشحالی خونسا میشه یا نه؟ فعلا سرگرم خوشحالی میمونن، منتظرن ببینن گلش تایید میشه یا نه. این فرار عالی مانع بود، این توپی که نذاشتن برسه. حالا اینجا مهمه، آفساید نیست. خدایا شکرت، خدا تو این لحظه فقط همینو ازت میخواستم. مرسی خدا، باز هم نگام کردی. 2-1 حساب کار. کریس رونالدوی که از جهان فوتبال باید بهش بگم فقط تو رو میخوام. اجازه دوباره تو پایین توپ بگرد، نشونم داد یا دیوونه تر شدم. این بار با سر. کریستیانو رونالدو، چشم بد به دور باشه ازم. تنها امپراتوری که دنیای فوتبال به خودش دیده. بازی رو 2-1 میکنه، النصر رو در این فینال پیش میندازه. هنوزم منتظر رأی نهاییه. لحظه‌ای که شلیک فوفانا زده شده، رونالدو تو شرایط آفساید نبوده. نگاه‌های منتظر، قلبای تپنده. رضوان جید داور بازی باید نظر نهایی رو بده و تایید. این مهر و این امضا تمام. حالا النصر 2 الهلالیه.